فردوسی بزرگ می نویسد که کسی که در جهان یار ندارد درخت اشرتش بار ندارد و در جای دیگر گفته است که زهر تو را دوست چی داند شکر، عیب تو را دوست چی داند هنر. این شعبیت ها از قسمت های داستان بزرگ کلیله و دیمنه هستند. بینندگان عزیز سلام. امروز می خواهیم با استاد بهروز ذبیح الله نامزد علم های فیلولوژی همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان بابت داستان کلیله و دیمنه صحبت کرده باشیم. استاد شما را خیر مقدم میگویم. تشکر میکنم. خوب استاد، داستان کلیله و دیمنه چی ارتباط به انوشیروان عادل دارد؟ پادشاهی بود که به علم و ادب و فلسفه بسیار علاقه داشت و در دربار او بهترین حکیمان و فیلسوفان و مهندسان دور هم جمع می آمدند و کسرای انوشیروان در امور دولتداری خود از تجربه و علم آنها همیشه استفاده کرده است و خودش هم یک مرد دانشمند و خردمندی بوده است و در زمانش به او میگفتند شاگرد افلاطون. محض در زمان او بود که با دستور انوشیروان عادل مثلا آثار حکیمان یونانی به زبان پهلوی ترجمه شدند و دسترسی مردم به علم و دانش زیاد گردید. و دوم این که محض در زمان انوشیروان عادل برای اولین بار گوند شاپور افتتاح گردید که به اصطلاح امروزه یعنی نخستین دانشگاهی بود که مرکزی تحقیق و علم آموزی به شمار می رفت. یعنی همچنین فضای را انوشیروان عادل فراهم کرده بود. برای خاطر است که شاید فردوسی این را در یک داستان جداگانه در زمان پادشاهی انوشیروان عادل داستان کلیله و دیمنه را آورده است که بسیار اهمیت کلان دارد و یک نوع تبلیغ علم و دانش است، دعوت مردمان به علم آموزی. میگوید که به درگاه شهنشاه نوشین روان که نامش بماند تا جاویدان، ز هر دانش موبد خواستی که درگه بدیشان بیا راستی. ابر هر در نامور مهتره کجا هر سره را بودی افسره. یعنی در تمام علوم همان زمان بهترینا را در دربار خود جمع آورده بود و از آنها کمک می گرفت. این دلیل است که در شاهنامه آمده است. در همین ایام پزشک نامدار یا سرطبیب دربار او برزوی نام داشت. او در یک از منبع ها و کتاب های هندی میخواند که در هندوستان گویا گیاهی است که اگر او را خشک کنند و بر تن مرده بپاشند مرده را زنده میکنند و او این حکایت را و این قصه را در دربار در نزد انوشیروان عادل بیان میکند. میگوید که تنی مرده گر زنده گردد رواست که نوشین روان بر جهان پادشاست. و این آرزویش را پیش نوشین روان بیان میکند که اجازت دهید که من از پی جستجوی همین گیاه به هندوستان بروم. ولی ما طوری که گفتیم از بس که نوشین روان خودش یک مرد دانشمند و زیرک بود، او در پاسخ به برزویه این سخن را میگوید که بدو گفت شاه این نشاید بودن مگر آزمون را بباید شدن. اگر نو شکفتی شود در جهان که این گفته رمزی بود در دهان. این هدایا انوشیروان را تقدیم رای میکند و بعد در جستجو میکرد تا نتیجه حاصل نمیشود. بالاخره خسته میشود، ناامید میشود تا اینکه او را در همزمان پزشکان هندی هم همراهی میکردند. در هر دشت و دمنی که میرفتند گیاهای گوناگون را میچیدند، خشک میکردند و آنها را آزمایش میکردند ولی هیچ نتیجه حاصل نشد تا اینکه بزرگان هندی به او گفتند که مگر در این سرزمین یک طبیب خردمندی هست که پیش او برویم که او در کوهستانات دور از جمعیت آدمان زندگی می کند، بسیار زاهدی پاکیزه نهاده هست، شاید او این سر را برای ما بگوید. پیش همان دانشمند می روند و او خردمند با آنها می گوید که همچون گیاه وجود ندارد در طبیعت
و منظور از آن کتاب درختی دانش است، گیاهی دانش است که انسان را از مرگ نجات می‌دهد. میگه تنی مرده چون مردی بدانش است که دانا به هر جای بارامش است. بدانش بود بیگمان زنده مرد. این دانشی که من گفتم در کتاب با نام کلیله و دیمنه ذکر شده است و او کتاب در گنجور و خزانه‌های رای پادشاه هند است. یک نسخه است، تنها دست او است و شما باید به پادشاه مراجعت کنید. بعد از سالها جستجوی بیهوده برزوی دوباره به دربار رای هندی مراجعت میکند و قصه را میگوید که همین کتاب با نام کلیله و دیمنه در دربار شما هست و همین گونه خصوصیت را دارد. در شاهنامه این گونه تصویر کرده است که زره چون رسید اندران بارگاه، نیایش کنان رفت نزدیکی شاه. بگفت آنچه از رای دید و شنید، به جای گیا دانش آمد پدید. بدو گفت شاه ای پسندیده مرد، کلیله روان مرا زنده کرد. تا اکنون ز گنجور بیستان کلید، زی چیزی که باید بباید گزید. و انوشیروان عادل هم به بزرگ مهر دستور میدهد که درست میگوید و حتما نام برزوی باید در این کتاب ذکر شود تا نامش جاودان بماند. میگد به بوزرج مهر آن زمان شاه گفت، که این آرزو را نشاید نهفت. نبشت او بران نامه خسروی، نبود آن زمان خط جز پهلوی. کلیله به تازی شد از پهلوی، بدین سان که اکنون همه بشنوی. یعنی به همین ترتیب کلیله و دیمنه در دربار انوشیروان عادل به زبان پهلوی در شکل یک کتاب مدون گردید. خوب استاد، خط سوژه همین کلیله و دیمنه چگونه است؟ کلیله و دیمنه کتاب است که گفته می شود درباره بسیار پند و حکمتی است و قهرمان آن کلیله و دیمنه دو تا شغال هستند، تمثیلی است که در این کتاب خط سوژه‌اش این است که گفتگوهای بین کلیله و دیمنه این دو شغال میگذرد، ولی بسیار مسئله های مهمی هستی، فلسفی و روزگار خودشان را حل میکنند. گفته می شود که سیوژت همین کلیله و دیمنه در بین سالهای 500 تا 100 پیش از میلاد در هند گذشته است و دانشمندان و بزرگان دبیران همین مطالب را گردآوری و کتابت کردند و در کتاب با نام کلیله و دیمنه همچون یک کتاب رازدار که او برای نوع دولتداری و پادشاهان هند کمک میکرده است. در همین کتاب کلیله و دیمنه از طریق حکمت نصیحت بسیار رازهای دولتداری، کشورداری، مهمانداری، خلاصه پهلوهای گوناگون حیات اجتماعی را به تمثیل از زبان دو شغال بیان میکند و در حقیقت بیان این گونه مسئله ها در اون زمانی در سال 100 پیش از میلاد یا 500 پیش از میلاد یک نوع بسیار دستاورد کلان دانشی بود برای مردمان آن روزگار. خوب، در همین اثر شیردستی از رودکی یاد میکند. درست. چی اساس دارد؟ در شاهنامه چون ارتباط دارد، ما گفتیم که وقتی که برزو این کتاب کلیله و دیمنه را در ورقهای علاهیده کتابت کرد و به دربار انوشیروان فرستاد، با دستور انوشیروان برزوی او را به پهلوی برگردان، به خط پهلوی برگردان کرد و همین گونه تا زمان ناصر بین احمد سامانی این کتاب به زمان پهلوی بود تا اینکه در زمان او کتاب از پهلوی اون را ابن مقفع، یعنی که روزبهان دادوی یک ایرانی تبار او را از پهلوی به فارسی به عربی برگردان میکند و وریانتی که ابن مقفع برگردان میکند بسیار از نظر فصاحت و بلاغت کلام ممتاز بوده که حتی در عرب در میان عرب ها هم کتاب در این سطحی که مثلا ابن مقفع
این کتاب را ترجمه کرده بود وجود نداشت. بنابراین این کتاب بسیار زود محبوبیت در بین عرب ها و دیگر قوم های مسلمان چیز میکنند. خب در دربار سامانی بعد با دستور ناصر ابن احمد از عربی دوباره ابوالفضل بلعمی وزیر دانشمند دربار سامانیان او را از عربی دوباره به فارسی نو برگردان میکنند، به فارسی دری که امروزه زبان گفتاری ما هست. و همین از روی همین وریانت با دستور گفتیم نصر رودکی را از رودکی خواهش میکنند که او را به نظم درآورد. بنابراین در شاهنامه در همین جا فردوسی از رودکی و خدمت او برای زنده نگه داشتن همین کتاب پرحکمتی که بشری ذکر کرده است. میگوید که گزارنده را پیش بنشاندند، همه نامه بر رودکی خواندند. به پیوست گویا پراکنده را، بسوفت این چنین دور آکنده را. جهاندار تا جاودان زنده باد، زمان و زمین پیش او بنده باد. خوب استاد، معلوم میگردد که پیش از رودکی و فردوسی کلیله و دیمنه در کشور هند بوده است و در زمانی که در کارکرد فردوسی و رودکی همین اون تکمیل یافته است، اون تغییرات وارد شده است یا نه؟ بسیار سوال مهم است. درست است که بار اول از سانسکریت، از زبان سانسکریت این کلیله و دیمنه در زمان انوشیروان عادل توسط بزرگمهر به زبان پهلوی برگردانده شد. طبیعتاً اما اضافه های در متن سیوژت داستان علاوه نشد در زبان پهلوی، اما طوری گفتیم با خواهش بردویه که سالها عمر خود را تلف داد و خواست که باید نام او در این کتاب ذکر شود. یک باب در اول همین کلیله و دیمنه پهلوی به نام برزویه کشاده شد. بزرگمهر یعنی که تاریخی به دست آوردن همین کتاب را ذکر کردند که خدمت‌های برزویه بود و از او ستایش شد. علاوه ها همین قدر بودند، ولی در خود متن تا آن زمان تغییراتی چندانی وارد نشد. در ترجمه که ابن مقفع به عربی کرد عیناً همون وریانتی که گفتیم بزرگمهر ترتیب داد در بار ایرانیا همون به عربی ترجمه شد و این چنین ترجمه بسیار درخشان بود که بعداً از روی ترجمه ابن مقفع کلیله و دیمنه به زبانهای آلمانی، فرانسوی و یونانی و رومی و دیگر زبانها محض از روی نسخه ابن مقفع ترجمه شده است که اونجا تغییرات های گفتیم چندان زیاد وارد نکردند. اما من بعد مثلا دیگر کسایی که ترجمه رو برگردان کردن در زمان غزنوی ها، در زمان حکومت غزنوی دوباره این کتاب را منشی دربار غزنویان در زمان بهرامشاه غزنوی او را برگردان کرد و او تغییرات وارد کرد. یعنی که در هر مسئله و موضوعی که خواست هم فکرهای خودش را وارد کرده است و هم از شعرهای فارسی را به این متن علاوه کرده است. این در زمان غزنوی ها توسط نصرالله منشی از دبیران همین خاندان این تغییرات بار اول دیگرگونی ها در متن کلیله و دیمنه وارد گردیده است و دیگر بار در زمان کلیله و دیمنه در زمان پادشاهی اکبرشاه، پادشاه علم دوست ادب پرور که در هند حکومت میکرد، باز دوباره از سانسکریت به فارسی دری امروز ما مستقیم از نشر اوره ترجمه شد. مستقیم از زبان سانسکریت به فارسی دری ترجمه شده است. بسیار دانشمندان به این کتاب بهای کلان دادن. مثلا مجتبی مینویی میگوید که کتاب کلیله و دیمنه را مجموعه از دانش و حکمت میداند که مردمان خردمند قدیم آن را گردآوری کردند. پیدایش یا که بازیافت چون یک اثر بزرگم در زمان انوشیروان
به میان می آید و گمان میکنم نقش انوشیروان در این زمینه خیلی کلان است. خب استاد پایان زندگی انوشیروان چگونه میشه؟ درست، انوشیروان همین گونه بعد این همه خدمت ها میگن به سن 74 سالگی میرسد و ضعف بیماری رو احساس میکند و از بزرگان دعوت میکند برای خودش باید یک جانشین تعیین کنند. انوشیروان عادل 6 تا پسر داشته است و همه این پسران اون را دانشمندان دربار امتحان میکنند تا اینکه پسر سیوم او با نام هرمز از همه داناتر می نماید، از همه خردمندتر و آگاهتر و محض او را برای جانشینی انتخاب میکنند و همین گونه انوشیروان او را به دعوت میکند و نصیحت های بسیار فراوان انجام میدهد که درباره شکل دولتداری و اینا سپارش های زیاده به او میدهد و همین گونه هرمز جانشین انوشیروان می شود و انوشیروان بر اثر ضعف پیری از جهان در میگذرد و هرمز فرزند سوم او بعد او 12 سال پادشاه ایران زمین می شود. سلامت باشید و گمان میکنم که همین داستان کلیله ودیم نه یکی از داستان های ماندگار در زندگی اهل بشر دانسته می شود، زیرا چون شما گفتید تمام مسائل اجتماعی و سیاسی رو در بر میگرفت، در ساختار دولتداری بسیار به کار می‌آورد و محض همین خصوصیت ها سبب شدند که آن را از یک کشور به کشور دیگر بردن، ترجمه کردن و استفاده کردن. خب از شما منتظر هستیم که یک داستان بسیار زیبا رو به ما و بینندگان ما قصه نمودید. بینندگان عزیز خاطر رسان میکنیم که در صحبت ما بودند بهروزی ذبیح الله نامزد علم‌های فیلولوژی، همزمان مدیر شعبه ادبیات معاصر انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و ما صحبت داشتیم پیرامون داستان کلیله ودیمه. تا صحبت بعدی شاد بمانید.